فرماید که استعذ بالله یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. پروردگار بزرگوار بنده هایی که در دنیا در عبادت و بندگی الله ثابت قدم و پیش قدم باشند، یعنی در بندگی الله سستی و تنبلی و خستگی نداشته باشند، این لحظه ها حرکت کنند که ما زودتر و پیشتر بریم تا اینکه اونجا صحبتی گفته خدا و پیغمبر می شود یک چیزی را بشنویم. انسان هایی که در دنیا در بندگی و عبادت الله پیش قدم هستند، پروردگار بزرگوار او شخصیت ها را یکمش در حالت مرگ، در حالت مردن ثابت قدم و پیش قدم میگرداند. پروردگار بزرگوار در قرآن خودش بیان کرده است که بنده های مخلص و خالص الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. پروردگار بزرگوار بنده هایی که در دنیا به گفته الله زندگی کردگی هستند، وقتی مردن شو از نزد خودش الله بزرگوار دو ملائکه را به نزد او انسان مرنده را راهی میکنه. او ملائکه می اومدن میگفتن برای انسان که تو از یگان چیزی نترس، از یگان چیزی نترس و غمگینم نباش. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا، ما برای تو بشارت میتیم، برای تو خبری خوش میتیم بالجنت التي کنتم توعدون، به همون جنتی که الله در دنیا وعده کرده بود، همون جنتی که برای بنده های صالح خوبش الله وعده کرده بود. ما تو را بشارت میتیم، خبر میتیم که همون جنت جای تو هست. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اون ملائکه میگفتن که ما دوستداری تو هستیم در حیات دنیا و در آخرت. یعنی لحظه عبادتی تو را، لحظه ذکر تو را، لحظه محبت و خدا پرستی و بندگی تو را ما دوست می داشتیم، در دنیا تو را دوست می داشتیم، در حق دعا می کردیم، در آخرت ما شریک رفیق تو هستیم. نحن اولیاؤکم. بجای میرسه که پروردگار بزرگوار در این آیت تبرکه ما و شما را خبر میکنه که ای انسان ها، شما در دنیا خواهشاتایی داشته که در دنیا به اونها نرسیده، مقصدها و مرادهای داشته که به اونها نرسیده. پروردگار همه اونها را برای شما در آخرت در جنت آماده و تیار کردگی است. یعنی شما میره تمام خواهش دلی که در دنیا داشته در آخرت میره اونها را از خود میکنه. انشاءالله که این بشارت، این خبری خوش برای ما و شما جمعیتی که به خاطر جمع آمدگی هستیم برای ما و شما هست. و وقتی که روح مؤمن صالح، روح ما و شما بنده های حقیقی، برادرای عزیز بزرگوار، بهترین خبر از جانب الله گوش کنه. چی خبر است؟ وقتی که روح ما و شما از این قفستی تنگی تن میخواه که جدا شود و عالم ملکوتی به نزد عرش پرواز کنه، وقتی که روح از بدن جدا میشود، پروردگار بزرگوار به زبان بی مثل مانندش به سوی ما و شما فریاد میکنه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای انسانی که در دنیا با ذکر یاد من زندگی میکردی، بازگشت که بیا به سوی پروردگارت که پروردگار از تو راضی هست و تو را از خودش راضی میگردانه. پروردگار بزرگوار با زبان بی مثل مانندش برای ما شما فریاد میکنه بگرد به سوی پروردگار تا بیا که پروردگار از تو راضی هست. برادرای عزیز بزرگوار، پروردگار از تو راضی هست و تو را از خودش راضی میگردانه و در اون نزد عرش روحای پیغمبرها را، روحای اولیاها و دوستاش پروردگار نشان میداد است به سوی روحی شخصیت که فادخلی فی عبادی، در بین این بنده های من، در بین این دوستای من، پیغمبرای من، عزیزهای من، در بین روحای اینها داخل شه
که همه شما را ادخل الجنت، همه شما را من داخل جنت میکنم ان شاء الله رب العالمین. برادرای عزیز و بزرگوار، این لحظه هایی هستند که ما و شما را خوشبخت دنیا و آخرت میکنند. این لحظه هایی هستند که ما و شما را از رنج و مصیبت و مشقت دنیا آزاد و دور میگردانند. ان شاء الله این لحظه هایی هستند که حتی ملائکه ها خصوصی لحظه های ما و شما را میخورند. تمام درهای آسمان ها در این لحظه کشاده شدگی است از نزد عرش پروردگار. در جمعیت ما و شما رحمت پروردگار میریزه، رحمت الله سرازیر است و لحظه های بخشش و لحظه های پاکیزه شدن از گناه هستند.